برنامه در مورد علم و احترام دانشمندان و صاحب علم یک کمی گفته میگذاریم و بعد از آن من به شما مهمانان برنامه را معرفی خواهم کرد. الله تعالی می فرماید در سوره طه 114 آیه 114 و بگو پروردگارم علمم را افزون گردان. و در سوره زمر آیه 9 الله تعالی می فرماید بگو آیا برابرند آنان که میدانند و آنان که نمیدانند. و یا در سوره مجادله آیه 11 الله سبحانه و تعالی می فرماید و الله تعالی بلند می کند مرتبه آنانی را که از شما ایمان آوردند و آنانی که به ایشان علم داده شده است. و امروز من خیلی خرسند هستم که توانستیم یک جایه با شما با استادان و با برادران ما که اهل علم هستند صحبت کنیم در یکی از روزهای ماه شریف رمضان و باز در چی موضوع؟ در موضوع بهترین، در موضوعی که قرآن است. و من خوش آمدید میگویم همان آنهایی که این لحظه ها در داخل برنامه ما هستند. عطاالله منانی خوش آمدید به برنامه ما. همچنین ادهم حیدرزاده خوش آمدید میگویم. محمد اقبال قربان خوش آمدید و قاری عبدالوهاب، همچنین ابراهیم سید نوریدین خوش آمدید هر یکی شما به برنامه ما. و چنانه که تماشابینان ما علاقه آگاهی دارند و امروز ما و شما در موضوع خصوصیت و مقصدهای قرآن صحبت میکنیم. همچنین در مهمانی ما قاری مصطفی نیز حضور دارند و من انشاءالله در هر سوالهای علاهیده با استادان انشاءالله صحبت خواهم کرد و سوالهایی که در موضوع خصوصیت و مقصدهای قرآن است یک با یک انشاءالله با شما صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید یک بار دیگر. و سوال اول به برادر ما قاری عبدالوهاب. در هر دور و زمان با طلباتی همان زمانه کتاب های الهی زبور و تورات و انجیل تحریف یافتند، یعنی دیگرگون شدند. بعضی مردم به قرآن نیز چنین نسبت میدهند. سوال چنین است: چگونه تا امروز قرآن کریم از تغییر و علاوه ها محفوظ مانده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذان محترم و بینندگان برادر اکمل، صدای من هست؟ خب ببخشید صدای شما نو پیدا شد. ببخشید جهت تکنیکی بود، از سری نو آغاز میکردیم. و شما سوال را شنیدید عبدالوهاب؟ من سوال را شنیدم ولی تنها عکس شما پیش من هست، صورت پیش من هست. بله. خب من به سوال شما جواب میدم. خب صدای من هست؟ بله شما را میشنویم. بله. نوارم هست؟ یعنی نوار هم بله، هم نوار هست هم صدا دماغ میتونید صحبت کنید. بله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادان محترم و بینندگان گرامی، در رابطه با تحریف و تغییر زیاده و کم شدن قرآن شما سوال کردید. البته ما مسلمانان به خصوص اهل سنت به این اعتقاد هستیم که به هیچ وجه هیچ امکان ندارد که کتاب الله تحریف، تغییر، چیز زیاده یا چیز کم شود. این چیز از دیدگاه اعتقادی ما مستحیل است. صدای من هست؟ بله ما شما رو میشنویم. بله. خاطر من تنها عکس صورت میبینم، چیزی دیگه از شما رو من نمیبینم. از خاطر اگر رفت جای قطع شد مرا خبر کنید. خب بله ما شما رو میبینیم. خب بله، از دیدگاه ما یعنی اهل سنت و الجماعت این است که تحریف کتاب الله قرآن، تغییری آن، چیزی زیاده کردن یا چیزی کم کردن، این کار مستحیل است. این هیچ امکان ندارد. و این از دیدگاه عقل و نقل اثبات شده. عقل و نقل اثبات شده است که کتاب الله قرآن به هیچ وجه تغییر، تحریف، زیاده کم نمی شود. اولش این که الله سبحانه و تعالی در سوره حجر در آیت 9 فرموده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همانا این قرآن را به مقصد پند دادن بر محمد صلی الله علیه و سلم فرود آوردیم و ما این قرآن را از تحریف کنندگان، از زیاد و کم کردن نگاه می‌داریم. این آیت کفالت است بر این که کتاب الله به هیچ وجه تحریف نمی شود، تغییر نمی یابد، چیزی در او زیاده نمی شود و چیزی کم نمی شود. این کفالت خداوند است که به هیچ وجه تحریف و تغییر نمی یابد. از این سبب الله سبحانه و تعالی این کتاب را، حفظش را آسان کرد. حفظ این کتاب آسان شد. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله حفظ این قرآن را آسان کرد. به طور مثال یک کودک تاجیک 7 ساله که اصلا از زبان عربی هیچ معلومات ندارد، براش قرآن میتن، کتاب الله که زیاده از حدود 604 صفحه است، معنای این را نمیفهمد، ولی در مدت بسیار اندک این کتاب حفظ می‌کند. این از جمله خصوصیت های این کتاب است. اگر براش با دیگه زبان به اندازه همین قرآن کتاب را بده، در اون وقت اون کتاب حفظ کردن نمی‌کنه، ولی قرآن در مدت بسیار اندک. ما داریم حافظایی که در مدت 2 سال قرآن حفظ کردن، داریم حافظایی که در مدت 1 سال، حتی 6 ماه، حتی در 2 ماه هم قرآن حفظ کردن. زیاده از یعنی 604 صفحه را در مدت 2 ماه حفظ کردن. یعنی حفظ کردن قرآن کریم برای انسان در حافظه ها خیلی آسان است اگر خواهش داشته باشند، یعنی اگر خواسته باشند. بله، اگر واقعا انسان در طلب این باشد، الله حفظی را آسان کرده است. یعنی غیر مسلمان ها، قاری عبدالوهاب میگفته غیر مسلمان ها اگر به آن یقین داشته باشند که به مثل دیگر کتاب ها تحریف یافته است، یعنی که دیگر شده است، و یا بعضی از انسان هایی که حتی نامشان خودشان را مسلمان میگویند ولی میگویند که شاید تحریف شده باشد، شاید دیگر شده باشد. بله، از این خاطر من در قدم اول گفتم نه، از دیدگاه نقل و از دیدگاه عقل اونها دلیل عقلی میخواهند. برای اونها اگر رفت این آیت قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اگر گویم، شاید تسلیم این نشوند. ولی از دیدگاه عقل و از دیدگاه تجربه که قرآن را در این مدت 1442 سال اگر از دیدگاه هجری بگیریم، این نسل پشت نسل هر سال صدها هزار نفر قرآن را حفظ میکنند. وقتی که صدها هزار نفر قرآن را حفظ میکنند
و این قرآن را به نسل بعدی به صدها هزار نفر دیگه می سپارد. هیچ امکان ندارد که در این قرآن یک کلمه یک چیز تحریف شود، هیچ امکان ندارد. ولی در طول تاریخ بودن نفرایی بودن که میخواستن قرآن را تحریف کنن، میخواستن مثل قرآن کتاب نویسن. به طور مثال در کتاب الاسلام یتحدى وحید الدین کتاب دارد که اسلام مقابل خودش به بحث و به مبارزه طلب میکنه، ولی در اساس علم، در اساس منطق. در اونجا یک قصه را میگوره از ابن مقفع. ابن مقفع یک دانشمند، یک ادیب عرب بود، بسیار دانشمند بود، از تمام پهلوهای زبان عربی با خبر، معروف است نزد ادیبان عرب. یک زمره از ملحدین، کسایی که به خدا ایمان ندارند، اونهایی که به خدا ایمان ندارند، وقتی دیدن که مردم زیاد به قرآن گرایش میکنن، قرآن حفظ میکنن، به دیگران میرسانن، این ملحدان از دیدن این چیز ناراحت میشوند. آنچنانی که امروز در زمان ما زیاد هستند این ملحدین که به خدا باور ندارند، از این پیشروی ها ناراحت میشوند. اونا ناراحت شدن، آمدن نزد ابن مقفع. به ابن مقفع گفتن که تو ادیب هستی، تو دانشمند هستی، تو از پهلوی زبان عربی با خبر هستی، بیا یک قرآن مثل قرآن یک کتاب نویس، یک کتاب نویس. ابن مقفع هم قبول کرد، گفت قبول است، ولی برای من گفت 1 سال مهلت بدید، 1 سال مهلت باشه که من مثل قرآن یک کتاب نویسم. اونا گفتن قبول. یکیش با ابن مقفع گفت که من بستان سرای خودم برات میتونم، در این مدت 1 سال تو میتونی داخل این باغ راحت باشی و در آنجا. یکی دیگرش گفت که من برات کاغذ میارم، که کاغذ در آن وقت بسیار قیمت بود، این مثل امروزه نبود که بسیار با چند تنگه بخرید، در زمان سخت مشکل بود. یکی دیگرش براش گفت که من برات رنگ میارم، دیگر چیزا را مهیا میکنم. یکی دیگرش گفت که من در این مدت 1 سال نفقه خودت و نفقه خانه تو، اهل و عائله تو، فرزندای تو من به دوش میگیرم. ابن مقفع قبول کرد، رفت شروع کرد به نوشتن یک کتاب مانند قرآن. بعد از 6 ماه امین رفیقاش، امین ملحدا رفتن نزد ابن مقفع تا اینکه از احوال او باخبر شدند. رفتن دیدن که ابن مقفع مثل دیوانه مویهاش جولیده است، مثل دیوانه‌ای که موی سر خودش به دستش میکنه میگیره، مویهاش جولیده است، ورقها در زمین چاشیده، چشماش سرخ، مثل که چند روز خواب نکرده است، مثل یک دیوانه. در مدت 6 ماه. بله، ناراحت شدن، دیدن وضعیتش، حیرت زده شدن، گفتن به تو چی شد؟ ابن مقفع در جواب گفت که این کتاب، یعنی این کتاب، این قرآن، این نوشته، یعنی کاریده دست انسان نیست، هیچ امکان ندارد. هیچ کدام شما مثل من از با زبان عربی شناسایی نداریم، معرفت نداریم. بله. ولی من به صراحت شهادتی میتونم که این کتاب هیچ امکان نداره که مانند این کتاب، نه تنها این کتاب، حتی یک صفحه این کتاب، حتی یک آیت این کتاب انسان این گونه بتونه که مثل این بیاره. یعنی ما داریم مثلا رافعی در وحی القلم قصه های زیاد نقل میکنه که در طول تاریخ یعنی مغرضین، آنهایی که میخواستند که مثل این کتاب یک چیز نوشته کنن، یک چیز آماده کنن تا اینکه بتوانند که مسلمان ها را از راه بیرون کنن، و زیر این آیتی که اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون، تا اینکه این آیت تکذیب کنن، کوشش کردن ولی نتوانستند. این دیگر معجزه ها داخل می شود. و بیاید من سوال دیگر استاد محمد علی قربان میدهم در مورد همین معجزه بودن. چگونه تا امروز قرآن کریم ما نوکر درباره چگونه از تغییر الگوها ها محفوظ مانده است صحبت کردیم و قرآن خود معجزه است و یقین داریم. آیا برای مردم عادی با چی راه میتوان معجزه ها را اثبات کرد، معجزه های قرآن را؟ سوال من با استاد محمد علی قربان. خب ما رو میشنوید؟ میکروفون شما خاموش است. میکروفونتون خاموش است. پیش از آن که آغاز کنید میکروفون را پخش کنید یک بار.
بله، خوش آمدید استاد گرامی. شما شنیدید سوال ما را؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جهان آباد باشید استاد عزیز. یک جهان تشکر برای این برنامه به نهایت مبارک و پرفیض، برنامه خوب و در بهترین شبهای ماه شریف رمضان. تشکری بسیار از شما و از کل استادان و تشکری زیاد از همه بینندگان و تماشابینان، از برادران و خواهرانی که از چنین صحبت‌های معنوی فیض و استفاده می‌گیرند. البته قرآن کریم این بزرگترین معجزه است و معجزه جاودان پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد و شکرانه خدا که الله سبحانه و تعالی ما را پیروان این کتاب بزرگ، کتابی سازنده، کتابی جامع اساس، کتابی که پر از فیض و برکات است و کتاب مبارکی که در ماه مبارک رمضان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریم چگونه ای که ذکر کردیم معجزه جاودانی و معجزه از همه بزرگی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. همچنانه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود این نکته را چنین بیان نمود که خداوند به پیغمبر معجزه‌های عطا کرد مثل عصای موسی علیه السلام، دعای حضرت عیسی علیه السلام که کور و گنگ به سبب دعای او یعنی شفا می یافت، و فهمی حضرت سلیمان علیه السلام به زبان پرنده ها، دانستنش زبان آنها را. و خداوند بزرگ میگوید، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که خداوند به آنها چنین معجزه ها داد و به من معجزه داده است این کتاب را که همیشه در بین ما و شما هست و همیشه این معجزه را میخوانند، از معنی های او، از عظمت و بزرگی او میشوند و به او ایمان میآورند. به همین خاطر پیغمبر خدا در آخر حدیث میفرماید که و امیدوارم که از همه بیشترین پیغمبران باشم از روی امتداری و پی. یعنی میبینیم که امتان 1400 سال شده است تا شوی اند نه در کم شوی. معجزه بیانی قرآن کریم، یعنی قرآن کریم یعنی بلندترین سخن در اوج اعلای فصاحت و بلاغت و سخنوری قرار دارد. به همین خاطر هم علمای فصاحت و بلاغت میگویند که از همه کلام، از همه سخنی که در سطح بلند قرار دارد این اول قرآن کریم است، بعد از آن حدیث های، بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد این بعد دیگر سخنهای حکم بله و علما و صالحین می آید. بله. قرآن کریم یکم اینترنت شما استاد گرامی ضعیف است. شما میچسبید، کم کم میچسبید. به فکرم اینترنت کمتر نقص دارد اینترنت شما. خوب است. و در واقع گفتیم معجزه از قرآن کریم و چند معجزه ها را برای آنهایی که گفتیم غیر مسلمان است حالا استاد بزرگوار شما قید کرده گذاشتید و در واقع برای اهل فهم همین کفایه است. برای اهل فهم این کفایه است که چند معجزه هایی که در قرآن علاقه گفته شده است. و باز ما برمیگردیم به این سوال ها انشاءالله. این حال باز یک سوال دارم به استاد ابراهیم، اگر شما اینجا باشید. بله همراه شما هستم. بله خب تشکر زیاد، خوش آمدید به برنامه ما. و شاید
نفرانی کم نباشند که گمان میکنند قرآن کتاب است تنها برای تعلیم راههای طاعت و عبادت، تنها برای قبر و قیامت. و درباره یکی از خصوصیت‌های قرآن فراگیر بودن همه جنبه‌های حیات یک کوتاه شرح و توضیح می‌دادید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و پیام معطر بر پیامبر مصطفی. و بعد در حقیقت این خصوصیت قرآن یکی از خصوصیت‌های بارز و روشن این کلام عزیز است. هر که اندک با قرآن معرفت داشته باشد، اندک به آموزش این کتاب مشغول شود، از این خصوصیت به آسانی آگاه می گردد که قرآن کتاب است فراگیر همه پهلوها، همه جنبه های حیات انسان. یادم است تقریبا حدود 4 سال قبل بود، با یکی از استادان فاضل دانشگاه ملی اطراف بعض موضوعهای معرفتی صحبت میکردیم. در رفت صحبت به ایشان گفتم که درازترین آیه قرآن درباره یکی از معامله های مالی، یعنی درباره قرض گرفتن، قرض دادن است. این استاد فاضل در حیرت افتادن و از من نام سوره و رقم آیه را پرسیده گرفتند تا در ترجمه اون مفصل‌تر نگرند. یعنی وقتی یک استادی دانشگاهی در تعجب می شود که قرآن درباره قرض گرفتن و قرض دادن هم آیه داشته است، خود خلاصه برآوری کنیم که معرفت ما نسبت به این کتاب عظیم، به این کتاب عزیز، به این معجزه جاویدان چه اندازه است. در حقیقت یعنی ببینیم اگر یک گوهر در روی او تارهای تارتنک جمع شود، عنکبوت بالای او خانه کند، هر قدر اون تارها قفستر شود، اون گوهر در زیر اون خس و خاشاک ناپدیدتر می گردد. تا اندازه‌ای که شخص اگر بر پهلوی اون گوهر گذرد احساس نمی کند که اینجا گوهری هست صاحب درخش، نفاست و اینقدر چیزی ارزشمند و زیبا. از این نیست که گوهر ماهیت و حقیقت خودش را از دست داده باشد. گوهر همون گوهر است، اما علت در این است که بالای آن خس و خاشاک جمع شده. اینجا قصه گوهر نیست، اینجا منظور همین قرآن، گوهر الهی، این معجزه جاویدان، همین گوهری پر از درخش است، پر از نور است، پر از هدایت است، شفا و دواست. اما متاسفانه پیش چشم ما را تارهای عنکبوت مانع شده که به حقیقت این کتاب ما پی ببریم، از نور و هدایت این کتاب همان گونه که ارزنده است، همان گونه که شایسته است برخوردار گردیم. بله، قرآن کریم در حقیقت کتابی است که یکی از جنبه‌های فراگیر بودن آن، یعنی به 3 سؤال وجودی و هستی که از آغاز تاریخ علم و معرفت همه روشن فکران و فیلسوفان رو در حیرت گذاشته، به این 3 سؤال مهم حیاتی جواب گفته. ما از کجا آمده ایم، برای چی آمده ایم و کجا می رویم. این 3 سؤال است که در حقیقت همه فیلسوفان را از قدیم تا عصر حاضر در حیرت آورده و انسان هر قدر عقلش رشد کرده باشد هم، هر قدر نابغه باشد هم، به این سوالها جوابهای دقیق گفته نمیتواند. قرآن است که زحمت فکری و این دشواری یعنی عقلی را از ما برطرف کرده، با آسانی برای ما این 3 سوال را جواب گفته که ما از کجا آمدیم، برای چی آمدیم و کجا خواهیم رفت. و همین خاطر این قرآن کتابی نیست خاصی بیمارها باشد که بالای سری بیمار ما اینو تلاوت کنیم و خاصی فوتیدگان نیست که بالای قبر آنها قاری خوشاوازی را آورده قرآن تلاوت کنیم. گرچنده که برای بیماران شفاست، گرچنده برای فوتیدگان رحمت است، اما باید دانیم که وظیفه اولین این کتاب اصلاح شخص زنده است.
یعنی پیش از اینکه از زیر زمین حرف زند، پیش از اینکه از آسمان حرف زند، اولا از روی زمین حرف میزند، انسان زنده را خطاب میکند. در قرآن ما 90 خطاب یا ایها الذین آمنو داریم، ای کسانی که ایمان آوردید. در 90 آیه علاوه بر آیه های دیگر که به غیر این ندا آغاز می شود، همه خطاب به سوی انسان است. وظیفه این کتاب را خاصی بیمار و خاصی فوتیده کردن، یا اینکه آنگونه که در سوال مطرح شد تنها از این کتاب طرز عبادت و طرز طاعت آموختن، وظیفه این کتاب را خیلی و خیلی محدود کردن است. آنگونه که ما از کتاب خدا طرز عبادت می آموزیم، عیناً به همین نوع، به همین مناسبت باید ما از این کتاب طرز خرید و فروش، طرز تجارت، طرز ازدواج، طرز برپا کردن توی، طرز پوشیدن لباس، همه جنبه حیات خود را باید به این کتاب سازیم. باید این کتاب همه جنبه حیات ما را بسازد، اصلاح کند. در این صورت ما می توانیم گفت که پیروی حقیقی قرآن است. خداوند در این کتاب عزیزش فرموده ادخلوا فی السلم کافه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آورده اید در این دین به کلی درآیید. امام ابن کثیر از ابن عباس، از مجاهد، از عکرمه، از جمع از مفسرین صحابه و تابعین روایت کرده که معنی این آیت این است که ای مؤمنان همه احکام دین را پذیرید، احکام دین را جدا سازی نکنید، کدامش طبق خواهشات شما باشد، طبع دل شما باشد آن را پذیرید، کدامش بر خلاف خواسته شما باشد اون را صرف نظر کنید. نه، چنین مناسبت را قرآن نمیپذیرد. قرآن کتاب یعنی جنبه‌های همه جنبه‌ها فرا گرفته است، نه تنها برای همون دین میگویم که فقط به خاطر دیندار و با آنهایی که عبادت میکنند. به همین مناسب من یک سوالی دیگر دارم. اینجا استاد ادهم حیدرزاده قرار دارند و سوال چنین است: از غیر مسلمانان امروز به مقدسات مسلمانان تمسخر میکنند. اکثریت شاید از نادانی باشد، از عاقبت آن بی‌خبر هستند. قرآن کریم، سوال چنین است: قرآن کریم تنها برای مؤمنان نازل شده است یا اینکه بغیر از آنها نیز داخل دارد؟ میکروفونتان را پیوست میکردید. خب ما پیوست کردم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. بعد یکی شما استادان عزیز را خوش آمدید میگم و اون برادران که با ما در این شب زنده داری میکنن، تو اینکه درباره قرآن معلومات گیرن، تو اینکه درباره کتاب خدا معلومات گیرن و با اون آشنا شوند، میگیم که خوشا به حالشان، خوشا به حال آنهایی که برای قرآن شب زنده داری میکنن. در خصوصی سوالی که دادید برادر عزیز، یعنی که یکی از خصوصیت های قرآن کریم این است که قرآن یک کتابی است که کتاب انسانیت است، کتاب همه هست، کتاب جمیع هست، یک دستوری جمیع انسان هست و دستوری همه بندگان الله تعالی هست. بنابراین الله تعالی وقتی که در قرآن آیت روزه رو نازل کرد، گفت که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات. اینجا کلمه هدى للناس یعنی این کتاب یک هدایت برای بشریت است، هدایت برای مردمان هست. یا در جای دیگه الله تعالی میگه که این هو الا ذکر للعالمین، این کتاب جز یادآوری برای عالمین چیز دیگری نیست. در جای دیگه الله تعالی میگه که لیکون للعالمین نذیرا، یعنی که این برای عالمیان همچون یک کتابی هست که هم بشارت است، هم برای اونها یک بیمه است. و قرآن کتابی هست که همه چی رو بیان کرده است. الله تعالی میگه که ونزلنا الكتاب تبیانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لكل شيء، یعنی در این بیان همه چیز است. ابن مسعود وقتی این آیات خوندن گریه کردن، گفتن که این معناش فراتر، بزرگتر از اون است که شما تصور میکنید. نه تنها فقط درباره حرام و حلال گپ میزند، بلکه اون چی که گذشت و اون چی که در آینده خواهد شد
خبر همه آن را در قرآن میبینید. یعنی قرآن اینجا میخواهد برای بندهای الله تعالی گوشزد کند که این کتاب اقلیم معینی نیست، کتابی مقصد مردمی خاوری میانه یا اینکه خاصی مردم شرق یا اینکه خاصی مردم اروپا یا دیگر جا نیست، خاصی نژاد معینی نیست، نه نژاد عربی است نه نژاد غیر عربی است، بلکه کتاب انسانیت است. این کتاب خاصی یگان ملت و قومیت هم نیست، بلکه کتابی است که الله تعالی برای هدایت عالمی آورده است. بنابراین وقتی قرآن رو میبینیم، اگر ببینیم الله تعالی میگه که درباره آیه طلاق، ببینیم چه خیلی قرآن کتابی شامل است و درباره هم اخلاق، هم عقیده، هم که معامله عائلوی، هم دیگر نمود احکام رو در یک دو آیه گنجانده است که در حقیقت انسان خونه تعجب میکنه. وقتی میگه درباره احکام طلاق گپ میزنه، میگه اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. و در آیه دیگه‌ش هم میگه که وقتی که خلاصه آیات همین است که در آیات هم حکم طلاق بیان باشد، هم اخلاق بیان باشد، هم درباره انسان‌هایی که از طرف زن از طرف مرد هستند، میگه که اونها رو مقصد از هم به ظلم و جور جدا نکنید یا اینکه اونها مجبور به یک شی نکنید وقتی که با هم زندگی کردن نمیخواهند. در آیات درباره من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر میگه و انسان به روز قیامت یادآوری میکند و درباره علم شامل و فرایی الله تعالی برای همه چیز و همه کس گوشزد میکند. یعنی که همه آیات وقتی دیدیم ما نمیتونیم که این آیات درباره فقط اخلاق است، درباره گوییم که فقط گوییم که احکام است یا درباره احکام عائله‌داری است یا تربیت است یا عقیده است، بلکه همه این رو در بر میگیرد. بنابراین قرآن خاص کتاب عقیدوی نشد یا کتابی عقیدوی نشد برای اینکه کتابی دینی تصنیف نشود، یا خاص کتابی تربیوی درباره اخلاق گپ زد، لیکن کتاب اخلاقی هم گفته نمیشد قرآن صرف اخلاقی. درباره شریعت قانون گپ زد نمیشد که کتابی صرف قانونی هست، بلکه قرآن هم عقیده هست، هم قانون هست، هم گویم که احکام عائله‌داری هست. همه این در یک وقت هست که بله، چنانه که گفته گذاشتند تمام جنبه‌ها را گرفته است و از گفته‌های شما، بله از سخن‌های شما دیگر معلوم می شود که به کل انسانیت نه تنها برای مسلمان ها آمده است. و خب شما درباره بعض نکته های عائلوی نیز قید کرده گذاشتید و اینجا برادر ما قاری مصطفی قرار دارند و من یک سوال داشتم در موضوع، البته دیگر ما درک کرده ما میدونیم که قرآن خود دستور است چنانکه که گفته گذاشتند استاد نوکک، اما با یاری این دستور چگونه میتوانیم عائله سالم بنیاد کنیم؟ و این سوال من به قاری مصطفی درباره عائله چون گفته گذاشتند نوکک و اگر واضح تر میکردید انشاءالله. الحمد لله وحده نصر عبده الصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه شما استادان گرامی و برادر اکمل. در اطراف عائله سالم یک مشکلی که امروز در جامعه دیده می شود، خیلی از شکایت هایی که از طرف چی از خواهرها باشد و چی از جوانها که از حیات خود شکایت میکنند، این نشانه آن است که همون عملکردهایی را که اسلام عزیز برای عائله سالم فرموده است کم رنگ است و مردم از آن کم خبر دارند. عائله سالم عائله است که بنیادش مهر است و محبت است و همدیگر فهمی است و در عائله که پدر و مادر اگر اهل دانش باشند، اهل تقوا باشند، حتما که برای جامعه فرزندهای دانشمند و فرزندهای با اخلاق و با دانش را تقدیم می سازند. الله مهربان در قرآن کریم می فرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. یکی از آیات خداوند، یکی از بزرگی خداوند این است که از جنس شما بر شما زنان را آفریده است. و در دوام آیات کریمه چند از فایده هایی که عائله سالم باید او را داشته باشد خداوند بیان می سازد. یکمین فایده ای که عائله سالم او را دارا هست این است، خداوند هدیه کرده است، این است که
لتسکنوا الیها. نفری که ازدواج میکند خداوند برایش آرامش را هدیه میکند. چی بسا نفرانی که مغرور بودند، چی بسا نفرانی که سرکش بودند، بعد از این که ازدواج برپا کردند آرامش را در خود پیدا کردند. و در دوام آیت کریمه خداوند دیگر فایده ها را اطراف عائله سالم بیان میکند. این است فایده ازدواج، این است که خداوند میفرماید و جعل بینکم موده و رحمه، و خداوند گردانیده است بر شما نفرانی که ازدواج میکنند دوستی را. اگر خدای نکرده یک نفر زنا کرد، بعد از این عمل زشت چقدر پشیمانی بالایش می آید و پشیمان خواهد گشت. اما حکمت نکاح، حکمت ازدواج این است که اگر نفر نکاح کرد، ازدواج کرد، خداوند دوستی را بین آنها برقرار میکند. این چنین در دوام آیات خداوند مودت و رحمه گفت، یعنی مهربانی را بین این دو نفر خداوند هدیه میسازد. پس عائله سالم همان عائله است که همین فایده هایی که خداوند بیان ساخت، یکی آرامش، یکی دوستی و یکی مهر و محبت بین یکدیگر داشتن است. و مقصد قرآن هم، مقصد شریعت هم این است که در عائله مسلمان چنین باید دوستی ها و چنین آرامش و چنین مهر و محبت جای داده باشند. بله، تشکر زیاد. و یک بار میخواستم باز با یک سوال دیگر قاری مصطفی روشنی میانداختید. اکثریت امروز پوشیدن است که میگویند اسلام به زن مشکلی می آورد و یک کمی تنگی می آورد، اما در حقیقت جایگاه زن از دیدگاه قرآن چگونه است؟ کوتاه اگر گفته میگذاشتیم. بله، این فکرها در جامعه هست، اما اسلام عزیز حقوقهای زن و مرد را برابر اعلان میکند. یکی از آیاتهای زیاد هم در این اطراف، یکی از آیاتهایی که اشاره بر این است، خداوند میفرماید یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى. الله مهربان میفرماید که ای مردمان، من شما را خلق کرده ام از جنس مرد و از جنس زن، و جعلنا بینکم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این چنین خداوند میفرماید در دوام آیت که من شما را گردانیدم، یعنی گروه گروه و قبیله تا اینکه یکدیگر را بشناسید. و نقطه ای که اینجا سر موضوع ماست، حق زن و مرد برابر بودنش، این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند میفرماید گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما هست. در اینجا هر نفر فرق گذاشته نشده است، چه از زنها و چه از مردها. نفری که تقوا کرد، نفری که با خداوند نزدیک شد، قدرش را خداوند روز قیامت بلند خواهد کرد. از این آیت فهمیده می شود که در حق داشتن، حق و حقوق زن در اسلام و مرد برابر هستند. و این چنین یک گروه زنها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن، گفتن یا رسول الله، مردها از تعلیم شما زیاد استفاده میکنن و برای ما یک روزی را معین کنید تا ما هم استفاده کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای زنها یک روزی را معین کردن و با اونها تعلیم دین میدادن. این هم اشاره به این است که حق زنها و مردها در اسلام برابرند. تشکر زیاد، خیلی روشن و واضح کردید، چون این مسئله نیست. خیلی انشاءالله من امیدوارم که همین موضوع را باز زیادتر مطرح کردن ممکن است، چون سوالهای زیاد از جانب زنها آمده میرسد. بعضی سوالها به نهایت عادی است و اما جواب میخواهد، یعنی که در انشاءالله روزهای نزدیک همین موضوع را زیادتر میتوانیم که پیشنهاد تماشابینان کنیم. و قاری مصطفی تشکر زیاد از شما میگویم و سوال دیگر داشتم برای برادر گرامی استاد عطاالله منانی. مقصدی درباره مقصد قرآن، این دعوت به عبادت الله است و الله چگونه خودش را برای بشریت، برای آدمیت معرفی کرده است یا شناس کرده است در قرآن کریم. یک کوتاه در همین موضوع صحبت میکردید. میکروفون. بله. صدای من میرا؟ بله، شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمد و ثنا خداوند یکتا را و درود و صلوات بی پایان بر حبیب ما و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. سپس تشکر زیاد برای شما و برای استادان و برادران و هر نفرانی که این لحظه ما را مشاهده میکنند. این لحظه های بسیار پربرکت، شب های ماه مبارک رمضان، این ماهی که قرآن در آن فرود آمده است و همچنین موضوع ما و شما هم این است که درباره قرآن بهترین کتاب است و خصوصیت ها و مقصد های اساسی این کتاب جاودانه است و یکی از مقصد های اساسی کتاب الله و قرآن کریم این معرفی کردن خداوند خود را معرفی میکند برای بنده هایش و اینچنین آنها را دعوت میکند به پرستش الله یگانه، به عبادت کردن خداوند و چگونه عبادت کردن. در دنیا کتابی نیست مثل قرآن که چنانه که قرآن خداوند را به ما معرفی کرده است و چنانه که قرآن به عبادت الله دعوت کرده است. یگان کتاب را ما نمی بینیم. حتی کتاب های آسمانی که پیش از قرآن بود، این کتاب از آغازش شروع می شود که سوره فاتحه است. خداوند بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، یعنی خداوند هر روز 5 وقت نمازی که ما میخوانیم با همین سوره حتمی است که ما خداوند را ثنا گوییم، عبادت کنیم، حمد و ثنا پروردگار عالمیان را. خداوند چنین خود را معرفی کرده است و چنین برای ما امر کرده است و تعلیم داده است که با چنین حمد و ثنا الله یگانه را، خداوند تنها را ما ستایش گوییم و عبادت کنیم. و همین مقصد یگانه قرآن، مقصد نخستین و اولین قرآن این است که مردم را شناسانیدن به سازنده، آفرنده و خالق آنها و رازق آنها. ما در قرآن کریم چنانه که گفتیم از آغاز سر می شود تا آخر، تا حتی آخرش را می بینیم که قل اعوذ برب الناس، خداوند میگوید بگو پناه میبرم با پروردگار مردم. در اینجا هم الله خودش را معرفی میکند و بین فاتحه و بین سوره قل اعوذ برب الناس هر یک سوره ها، هر یک صفحه ها الله سبحانه و تعالی دعوت میکند مردم را تا اینکه او را عبادت کنند و خودش را معرفی میکند. ببینید که در قرآن کریم خداوند تنها واژه الله، کلمه الله 2697 مراتب ذکر شده است. بغیر از آن دیگر نام های زیبای خداوند که وصف ها و نام های زیبایش، بغیر از آنها که آنها حتی حسابش را شاید ما نمیدانیم چقدر الله سبحانه و تعالی خود را معرفی کرده است و دعوت به عبادت خود کرده است. و اینچنین در سوره زاریات آیت 56 خداوند می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینجا آشکار و واضح خداوند میگوید و من انسان‌ها و حتی جن‌ها را تنها برای عبادت خود آفریدم. اینجا آشکار و واضح الله مقصد آفرینش انسان‌ها و تمام مخلوقات را بیان کرده در این کتاب خود، در کتاب جاودانه خود میگوید من تنها برای عبادت خود آفریدم. و اینچنین در دیگر سوره ها الله سبحانه و تعالی نعمت‌های خود را یادآور شده، چقدر نعمت‌هایش را ذکر میکند. میگوید من همان ذات هستم که برای شما نعمت‌ها میدهم و آیا آن ذاتی که شما را آفریده است، آن ذاتی که شما را رزق میدهد، آن ذاتی که شما را نگه میدارد
آن ذاتی که برای شما چقدر نعمت‌های فراوان عطا کرده است، آیا او سزاوار عبادت، تنها او سزاوار پرستش نیست؟ گویان الله حق سبحانه و تعالی حتی میگوید در سوره ابراهیم و سوره نحل میگوید و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. شما ای بندگان من، اگر نعمت‌هایی که من برای شما دادم و مهیا کردم اگر آن را حساب میکنم، گویید حتی حساب کرده نمیتونید. بله واقعا چنین از نعمت‌های الله سبحانه و تعالی را به حساب است و برکتش نیز به حساب است به آنهایی که یقین دارند، به آنهایی که ایمان آوردند. و واقعا مهمانان گرامی قدر ما تنها در موضوع مقصد قرآن نوکک صحبت کردیم و این تقریبا 50 دقیقه وقتی ما را گرفت. و اگر شما خسته نباشید، چون برنامه ما مستقیم است، برنامه ما را مستقیم تماشا میکنند. تا حال در مورد خصوصیت ها با صحبت نکردیم و بعضی سوال های دیگر باقی مانده است و امیده شد هم سوال ها نیست. و اگر خسته خسته نباشید دوام میدیم و اگر که شما خسته باشید ما میتوانیم یک روز دیگر رو باز انتخاب کنیم، چون اینجا باز چند سوال های دیگر باقی مانده است و تماشابینان ما نیست سوال های زیاد میدهند. اما تماشابینان گرامی، ما تنها امروز در موضوع مقصد و خصوصیت های قرآن صحبت میکنیم و انشاءالله روزهای نزدیک اگر که برنامه ما خب موفق شد، برای شما پسند شد، انشاءالله برنامه هایی که به سوال های شما جواب میگوید با استادان گرامی قدر البته که باز پیشنهادتان خواهیم کرد. ببخشید استاد عزیز، اگر بمرال باشد به فکر من اگر همون سوال ها در دوره 3 دقیقگی هر یک ما جواب تیم برای اینکه وقت دراز بد نشود. خوب از بیایید سحری هم نزدیک باشد. بله در بعضی جا سحری میکنند. خوب از بیایید آغاز میکنیم و سوالی نوبتی من به ابراهیم سید نوری‌الدین و اگر شما متوجه شوید سوال چنین است درباره مقصد دیگری قرآن که دعوت به همزیستی امن و آسوده با همه نوع انسان ها از کوتاه گفته میگذاشتید، چون اکثریت مسلمان ها با امر تقدیر در دولت های غیر مسلمانی قرار دارند و قرآن به چگونگی عمل و رفتار با غیر مسلمان ها دستور داده است. این را کوتاه در اطرافش گفته میگذاشتید. میکروفون شما خاموش است. بله واقعا موضوعی است که باید اطراف آن زیاد گفته شود. حتی بعضی برنامه ها اگر به این موضوع اختصاص داده شود نیز ارزنده است. چرا؟ چون که بسیار نافهمی ها یا کج فهمی ها اطراف این موضوع وجود دارد. در حقیقت اینکه قرآن پیروانش را به یک اعتقاد خاص، به یک نوع اخلاق های مخصوص، به یک لباس، به یک شیوه خاص زندگی تربیت میکند، معنی این را دارد که جهت دیگر را کسانی غیر مسلمان را نمیپذیرد، تحمل ندارد. نه، اصلا چنین نیست. برعکس قرآن اثبات میکند و دعوت میکند بر اینکه شخص مسلمان پیرو این کتاب باید تحمل پذیر باشد، باید زندگی آسوده و آسایشته با کسانی که این کتاب را حتی نمیپذیرند، قبول نکردن، ایمان ندارند، نیز زندگی آسوده همزیستی در دایره اخلاق و آداب و عدل باید داشته باشد. این پندار غلط است که قرآن بر ضدیت بر غیر مسلمانان یا بر خشونت، بر این معناهایی که گاه ها قصدن یا بدون قصد به اسلام و به قرآن نسبت داده می شود، متاسفانه قرآن از این افکار غلط مبراست. قرآن قاعده اساسی دارد در سوره بقره. این خداوند این قاعده را به ما نازل کرده: لا اکراه فی الدین، یعنی آزادی در اعتقاد. اکراه نیست، اجبار سازی نیست در مسئله اعتقاد. اسلام هرگز قبول ندارد اسلام را، مسلمانی را که به اجبار باشد.
قد تبین الرشد من الغی، خداوند بیان کرده واضح راه سعادت را از راه شقاوت. هر کسی مسیرش را خودش باید انتخاب کند. به اجبار به ایمان در آوردن امکان ندارد، اصلا منافق می سازد که به اسلام بله، یعنی مجبوری نیست در اسلام. هر کسی که خودش میخواد با دینش که آمد، یعنی که هدایت که یافت اون نفر میباید به اسلام دیگر. بله بله. این چنین برای اثبات این گفته، برای اثبات این ارزش اسلامی و ارزش قرآنی در حقیقت، یعنی همزیستی با کسی غیر یکی از ارزش های بزرگ قرآنی است. این آیت میتواند دلیلی قاطع باشد. خداوند در سوره ممتحنه میفرماید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خداوند شما را از نکویی کردن به کسانی که با شما در جنگ نیستند، از روی عداوت دینی با شما در محاربه نیستند، خداوند شما را منع نمیکند که آنها را نکویی کنید و آنها در اساس عدل معامله کنید. این ضمناً دعوت بر این است که به آنها نکویی کنید. اینجا می‌بینیم قرآن کلمه ان تبروهم، کلمه بر معناش یعنی احسان و اکرام را میگن استفاده برده شده است در مناسبت مسلمان با غیر مسلمان. غیر مسلمانی که عداوت ندارد، اعلان جنگ نکرده با مسلمان، شخص مسلمان موظف است که با او خوش معامله باشد. ان تبروهم یعنی خداوند شما را منع نمیکند که به آنها بر و احسان کنید. کلمه بر را خداوند حتی در مناسبت با والدین استفاده کرده. این خود همان کلمه است که اینجا استفاده شده است که به غیر مسلمانان شما تحمل پذیر باشید، آنها را یعنی کرامت انسانی دارند. اگر برادری دینی نیستند، برادر انسانی هم با شما. بله بله. خب تشکر زیاد، خیلی روشن کردید و واقعا چنانه که من پیشتر گفته گذاشتم، این موضوع خیلی موضوع وسیع است و ما اگر نقشه کنیم و نیت کنیم و برگردیم و این موضوع را زیادتر پیشکشی مردمی که در بیرون هستند، در خارج هستند و گفتیم چنانه که گفته گذاشتیم اکثریت مسلمان ها عین حال با بعض سبب ها در دیگر دولت هایی که غیر مسلمان نشین است اونجا زندگی میکنند و این موضوع خیلی مهم و مفید است. بیایید اینجا یک سوالی دیگر داشتم به خب استاد برادر ما عطاالله منانی. خب البته کتاب الله کتاب است برای همه عصر و زمان. لطفاً کمی همین را شرح میدادید. برای چی در همه عصر و زمان؟ بله، که صدای من میروه؟ بله، شما را میشنویم. چنانه که استادان ذکر کردن، چنانچه قرآن از خصوصیاتش این همه جنبه های حیات را فراگیرنده در بر گیرنده است و تمام بشریت را این چنین خطاب میکند و این چنین یکی از خصوصیات های مهم این کتاب است که برای مناسب به همه عصر و زمان است. این کتاب جاویدانه است، یعنی این با مرور زمان کهنه نمی شود، با مرور زمان صلاحیت این کتاب تمام نمی شود و این معنای آن را دارد که یعنی احکام قرآن و تعلیمات قرآن و فرمایش هایی که خداوند در آن فرموده است برای تمام عصرها و برای تمام زمان است. تنها برای صحابه ها نبود این، یا تنها برای یک عصر معین یا وقت معین یا یک نسل معین نبود که با مرور همون عصر و زمان و نسل ها تمام شود وظیفه قرآن، بلکه قرآن تا آن روزی که در روی زمین انسانیت هست، بشریت هست، قرآن وظیفه خود را ادا میکند و ما باید انسانیت از هدایت قرآن استفاده کنیم و احکام آن را باید که تطبیق کرده شود. و اینجا چند مثال های آورده می شود که نفرهای هستند که مثلا میگویند، مثال
میگویند که قرآن برای پیشتر بعضی حکم‌های داشت که برای عصرهای قدیم مناسب است، اما ما حالا عصر 21 است و همه چی پیشرفته است و تغییر یافته است و ما باید این را قبول نمی کنیم یا این برای عصر ما مناسب نیست گفتنشان ممکن است. اما این وقتی ما میبینیم، مثلا اگر مثال گیریم، خداوند از مثال برای جنبه از جانب اقتصادی گیریم، خداوند به ما گفته است که در سوره بقره آیت 278 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ای آنهایی که ایمان آورده اید شما ربا را ترک کنید، یعنی پرسنت. و امروز شاید نفری هست که میگوید امروز بانک ها ترقی کرده است و امروز فلان است، عصر 21 است، ما پیش رفته هستیم و میبینید که یک حکم خداوند را بیکار کردن و چقدر بحران های اقتصادی و چقدر در جامعه میبینید که امروز متاسفانه خانه نمانده است که شاید از بانک ها قرض ربا، قرض پرسنت نگرفته باشد. چقدر مردم قرضدار شدن. برای چی؟ برای اینکه گفتند که یک حکم خداوند را گفتند این فقط پرسنتی بود که در زمان جاهلیت بود، امروز ما آن را قبول نداریم. یا یک حکم خداوندی که مثلا خداوند در سوره نور مردها اگر از جنبه اجتماعی گیریم یک حکم برای جامعه ما خداوند فرمود که برای مردها و زنها قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیت 30 و 31 سوره نور. و خداوند میفرماید و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. یا در تمام آیات میگوید ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. خداوند میگوید ای پیامبر شما برای مردها گویید که چشمهای خود را نگه دارند و پرچهای خود را نگه دارند، خود را زنها اینچنین برای زنها بگویید که خود را نگه دارند و زینت خود را بپوشند. نفرهای میگوید که این حجابی که خداوند امر کرده است این برای عصر ما مطابق نیست یا برای عصر ما امروز چی نیست. امروز میبینید که برای یک فرمان خداوند را امروز در این عصر ما گفتیم این در عصر قدیمه بود، این فلان بود. امروز میبینید که چقدر فساد، چقدر عائله ویران شوی، چقدر خیانت در جامعه منتشر شده است و مثال های بسیار آورده میتوانیم ما. بله، در واقع مثال ها خیلی زیاد است و این نیست هر یک اون چیزی که شما گفته گذاشتید، شما قید کردید استادان گرامی قدر، واقعا آن یک موضوع خیلی و خیلی وسیع است. هر یک سوال هایی که ما داریم زیر سوال های زیاد دارد و انشاءالله امیدوار هستم و دعا میکنیم که محفل های به این مانند زیادتر شود و ما توانیم که درباره غیر قرآن چیزی دیگری نیست که ما این وسیله با شما صحبت میکنیم، یعنی آیات های قرآن را شما واضح و روشن برای مردم عادی با سخنها با لفظ تاجیکی و شیوه عادی میفهمونید و انشاءالله این را ما پورتر یعنی شرح مفصل را انشاءالله در آینده ها دیده میبریم. و سوالی من به استاد گرامی قدر ادهم حیدرزاده اینجا درباره یکی از مقصدهای قرآن این تصحیح عقیده یا عقیده درست است. برای این هدف رسیدن قرآن چگونه ارشادات دارد یا چگونه راهها دارد؟ کوتاه جواب میگفتید. بله دوست عزیز، وقتی که ما قرآن رو میکشیم میبینیم اولین فرمانی که در قرآن هست این درباره عبادت الله تعالی و درباره دوری از شرک است و قرآن در این نکته خیلی زیاد ترکیز میکنه. چرا که مردمی که در جاهلیت زندگی میکردند و مثلا آدمایی که در زمان نوح علیه السلام بودن، اولین شرکی که واقع شد در الوهیت خدا بود. مردم در وجود خدا ایمان داشتند لیکن در
پرستیده شونده یگانه، معبود یگانه بدون خدا اونها شک میکردن، بنابراین بتو هرچی برای خود ساختن و اون رو برای خود خدا گرفتن. بنابراین قرآن بسیار بالای همه چیز ترکیز کرد و پیامبران علیهم السلام وقتی که آمدند با مردم همین توحیدی که درباره یکتاپرستی یا درباره معبودیت الله تعالی هست مردم نمیتونستن قبول کنن. بنابراین جاهلای مکه گفتن اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشیء عجاب. این محمد اومد اینقدر خداهای ما که عدد زیاد دارد مثلا ما نمیتونیم عدد حصر کنیم، همه خدا گرفت یک خدا کرد. این چیزی قبول نشونده هست و قرآن هم برای توحید و یگانگی خدا رو و این عقیده پوشیده اونها رو تصحیح کردن روش های گوناگون استفاده بود. مثلا قرآن دلیل آفرینش و دلیل عنایت خود را به بنده ها بسیار گوشت کرد تا به همین توحید اثبات کند. معنای آفرینش چی اینجا؟ یعنی که الله تعالی میگه که رب المشرق والمغربی و رب المشرق رب المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. یعنی که خدای مشرق، خدای مغرب، خدای یگانه ای که یعنی که تنها او سزاوار عبادت است، او رو برای خودت خدا گرفت. جایی شد که قرآن اسلوب ضرب المثل پیش گرفت. مثلا در سوره ابراهیم میبینیم الله تعالی میگه که الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت. در مقابل گفت مثلا کلمه خبیثه کشجره خبیثه. اینجا یعنی که شرک و توحید و شرک رو مقابل بگذارد. کلمه طیبه ابن عباس گفتن که این کلمه شهادت است، لا اله الا الله محمد رسول الله. یا نقطه جالب دیگری این است که به همین سخنم که میکنم ختام میبخشم برادر، در قرآن یکی از اسلوب‌های عرض و پیشکش کنی توحید یعنی که نهال توحید در دل انسانان نشوندن این قصه پیامبران هست، قصه اولوالعزم خصوصا پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم. قصهشان در سوره بقره آمده است که وقتی که به نمرود ظالم روبرو ایستادن ببینید چه منطق و عقل میگن که الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم. وقتی با نمرود ایستادن حضرت ابراهیم گفتن خدای من همون خدایی است که میمیراند و زنده میکند. ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود گفت انا احیی و امید. این چی است؟ گفت منم میتونم زنده کنم بیرونم. بعد مردم حیران شدن. نمرود دو زندانی بیچاره برات که دیگر نه حول دارن نه قوه نه نیروی دارن که خودشون دفاع کنن. گفت یک چه کشید یک چه زنده مونه. گفت بعد حضرت ابراهیم گفت اینا منم توانستم زنده کنم میرونم. بعد بینید منطق الهی رو بینید، منطقی که خداوند پیامبرش الهام داد. پیامبرش گفت حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن که انا احیی قال فان الله یاتی بالشمس من المشرق. خداوند گفت آفتاب از طرف مشرق میبرد. تو اگر دعوای خداگی درست باشد ببینیم که آفتاب از مغرب برآ، اینقدر تو خدای زور باشی. بعد الله تعالی میگه فبهت الذی کفر. فبهت یعنی که در دهانش ختم زده شد، مهر زده شد، خب شد، مات شد، دیگر ندونست چی جواب بگوید. بله ببینید که چی بله دوام دید. اسلوب‌های قرآن است، یعنی که اسلوب‌هایی است که قرآن استفاده برد تا مردم رو قانع کند به یگانگی الله تعالی. البته اینجا اسلوب‌های زیاد است برادر، روش‌های زیاد است. خیلی گفته بسیار وقت تنگی وقت نمیتونیم بیان کنیم، لیکن ان شاء الله برادرها و استادا ان شاء الله در آینده در این مسئله هر یک داش علاوه ان شاء الله واقعا ببینید که چگونه با لفظی خوب با لفظی شیوه آسان فهم شما مثلا فهموندید یک اطراف یک موضوعی که واقعا خیلی وسیع است و من امیدوارم که انشاءالله همین موضوع را باز پیگیری خواهیم کرد انشاءالله. و سوال نهایی دارم چون وقت نیست خیلی تنگ است برای قاری عبدالوهاب اینجا در باره قدر و منزلت آدمیت از نگاه قرآن یک کوتاه گفته میگذاشتید انشاءالله. میکروفون. بله دوستان، در رابطه با قدر و منزلت انسان یعنی کرامت انسانی یعنی گرامی داشتن انسانی، ما اگر گوییم که امین قرآن یکی از مقصدهای اساسی قرآن که بر پیغمبر نازل شده، یکی از مقصدهای اساسی این قرآن همین است، این گرامی داشتن انسان، قدر کردن انسان، بهتر بودن انسان. الله سبحانه و تعالی در آیت به صراحت میگه ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزند آدم را گرامی داشتیم.
گرامی کردیم. در اینجا الله سبحانه و تعالی نمیگه ولقد کرمنا المسلمین ولقد کرمنا المؤمنین، میگه ولقد کرمنا بنی آدم، فرزند انسان را ما مکرم، ما گرامی داشتیم. ما اگر اصل امین پیدایش انسان که پدر من و شما اولین آدم حضرت آدم علیه السلام، اگر امون خلقیت اون اگر قرآن بگیریم بخونیم، در اونجا همین خلقیت پدر من و شما حضرت آدم به صراحت بسیار واضح بیان شده است. الله سبحانه و تعالی میگه وقتی که من انسان فایده سویتو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، فقعوا له ساجدین. وقتی میگه قامت انسان آدم برابر کردم، برابرش کردم و خلقیت او را کامل کردم و او را از روحم. ببینید این نسبت کلمه روح الله سبحانه و تعالی به خودش نسبت میده، در صورتی که روح این مخلوق است ولی الله به خودش نسبت میده، به خودش. مقصد از نسبت دادن به خودش چی است؟ اکرام است، اکرام است، این تشریف است. میگه از روحم چی در او دماندم و بعد از اینکه روح دماند ملائکه ها، یعنی مخلوق هایی که بیگناه هستند، پاک هستند، امرشان کرد که نزد انسان سجده کنید و ملائکه ها امر الله اطاعت کردن، نزد انسان سجده کردن. شیطان سجده نکرد. الله به خاطر اینکه این شیطان از الله اطاعت نکرد و نزد انسان سجده نکرد و ایرم اکرام است، ایرم قدر انسان است، شیطان ران. ببینید بعد از اینکه انسان به دنیا آورد، همه آن چیزی که امروز میبینیم از آسمانی بزرگ به این زیبایی، این زمین به همه این انواع چیزایی که دیده میشه، از نباتات و از جمادات و از هر چیزی که میبینیم، همه ای برای کی؟ برای انسان. مگر این اکرام نیست؟ بیشتر استاد ابراهیم گفتند که در قرآن زیاد 90 آیت است که میگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا. این یا ایها الذین آمنوا همش برای گرامی داشتن انسان است. یعنی الله سبحانه و تعالی انسان از هر چیزی به هر چیزی که امر کرد، در او اکرام انسان است، در او کرامت انسانی است و از هر چیزی که نهی کرد در او ضرر است و این کرامت است. در این چیزا وقت دیده میشه. البته فکر میکنم وقت زیاد نداره ولی من میتونم برای شما اینجا دلیل های حتی ببینید الله سبحانه و تعالی وقتی که با ملائکه ها صحبت کرد گفت و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. با ملائکه ها خطاب کرد، گفت من در زمین گفت خلیفه خلق میکنم. اگر ما تفسیر خلیفه را ببینیم هر معنایی که بتیم این کرامت انسانی است، کرامت انسانی است. اگر بگیم که حکم الله در روی زمین جاری میکنه، پیاده میکنه، برقرار میکنه، این کرامت است. الله از بین دیگه مخلوقاش چی انسان اختیار کرد. میتونیست یک ملائکه را بیاره بگه حکم ما را در زمین جاری کن، هیچ کس سرکشی کردن نمیتونیست. ولی الله از فرزند انسان اختیار کرد، گفت آدم اختیار کرد، گفت حکم ما را در روی زمین، یعنی عدالت برقرار کن. عدالت این کرامت است. اگر اینا با اون معنایی که مفسران تفسیر میکنند که نسل پشت نسل اینا با همدیگر خلیفه یعنی جانشین میشوند، اینم کرامت است. زیرا الله نسل آدم از بین نبود، اینم کرامت است. بله کرامت هر چیزی که در ببینیم مردم ما باید با قرآن بهتر شناس شوند. قرآن هر حرفش هم اگر بگیم کرامت، هر چیزی که نهی کرد این برای کرامت انسان است. گفت شراب ننوش، برای که عقل از دست میدی. فرق بین انسان و حیوان همین عقل است. عقل که از دست دادی این کرامت است. گفت دزدی نکن، مال انسان حفظ کن، کرامت است. گفت زنا نکن زیرا نسب از بین میرود. یک کودک که به دنیا می اومده که پدری خودش نمیشناسه، این کرامت است. هر چیزی که بگیریم، هر آیتی که ما را امر کرد اطاعت کن، این کرامت است و از هر چیزی که ما را نهی کرد این کرامت است. ما اگر شما اجازه بدید من یک قصه بسیار کوتاه میکنم اگر اجازه بدید. بله تماشابین ها هم خیلی زیاد هستند و من فکر میکنم که عین حال آنها نیست میخواهند شنوند، چون موضوع خیلی جالب است. یک قصه از قرآن براتون میارم. سبب نزول آیت یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى الآیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از مدینه آمدن مکه، بعد از فتح مکه، وقتی آمدن در اونجا با بلال خطاب کردن، گفتن بالای کعبه میروی و اذان میدی. بلال رضی الله عنه یک شخصی که قبل از اسلام آوردنش، قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسی با بلال حرف نمیزد.
حتی یک کفش پای یک نفر از بلال دیده ارزشش زیادتر بود، ارزش زیادتر داشت. اصلا از بلال هیچ چیزی نمیپرسیدم. اما وقتی که اسلام آورد، معزین رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، قدر و منزلت از مدینه وقتی مکه گشتن آمدن و فتح مکه شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به بلال گفت که بالای مکه میری، بالای کعبه از آن میری. و بلال رضی الله عنه بالای کعبه آمد از آن. عرب هایی که یعنی اون قریشی هایی که جدید مسلمان شده بودن از دیدن این منظره ناراحت شدن. حتی بعضیاش گفتن که یکی به نام حارث گفتن که مگر محمد غیر همین زاغ سیاه کسی دیگر را پیدا نکرد؟ کسی دیگرش گفت که ابو سفیان گفت من میترسم چیزی بگم که میفهمم که این حرفی من الله برده در پیغمبرش میرسم. یکی دیگرش گفت که اگر پدری من زنده می بود، در قید حیات می بود، این حالت میدید از جان به حق تسلیم میکرد، یعنی هلاک میشد، میمرد. یعنی اگر به لهجه بگیم اگر امروز. ولی بعد از این آیات نازل شد. این آیات نازل شد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. سبحان الله. این آیات را خوب باید داد، خوب اهمیت بدیم تا که در قلب ما تاثیر کنند. اون قوم، این مردمی که امروز قوم پرستی میکنند، با زیبایی خود، با رنگ خود، با زبان خود، با هر چیز، با کرسی خود یا با چیز افتخار میکنند. ببینید الله سبحانه و تعالی در اینجا اعلان حقوق بشر میکنه. دیدن دکلراسیون، یعنی اعلان حقوق بشر. این قبلا اعلان شدگی است، امروز اعلان حقوق بشر میکنن، ولی این قبلا 1400 سال زیادتر شد که صدا میته در گوش مسلمانان. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله سبحانه و تعالی گفت ای مردم. ببینید خطاب به مردم شد، تنها به مسلمانان نشد. ای مردم، ما شما را از یک پدر و مادر خلق کردیم. یعنی پدری همه شما فرق نمیکنه که رنگ شما تو سفید هستی او سیاه هست، تو زبانت کدام زبان، تو عرب هستی، ترک هستی، تاجیک هستی، امریکایی هستی، آلمانی هستی، ازبک هستی، هر چیزی هستی، فرق نمیکنه. همه شما را ما از یک پدر و مادر خلق کردیم. همه شما برمیگردین به همون یک پدر و مادر. بله. و جعلناکم شعوبا و قبائل، و شما را ما به ملت ها و قبیله ها تقسیم کردیم، پراکنده کردیم در روی زمین تا اینکه همدیگر را بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما، یعنی گرامی ترین شما، مکرم ترین شما نزد الله شخصی است که از الله زیادتر میترسد. این اعلان حقوق بشر است. این آیت را باید ما خوب بفهمیم معناش. و این چنین اگر این قسم اگر صحبت کنیم شاید تا صبح صحبت کنیم. البته من از دکتر بخشش میپرسم که کم در وقت ما زیادتر گرفتیم. در واقع انا همین قصه که شما اهمیت بدیم. کرامتی هیچ کتابی، من به صراحت میگم، هیچ کتابی که مثل که قرآن برای انسان کرامت بخشیده است، او را گرامی دانسته است، هیچ کتاب این قسم گرامی و کرامت، یعنی گرامی و قدر انسان ندانسته است. تنها با قرآن بهتر شناس شدن. بله، واقعا خوب گفته گذاشتید. نه همین موضوع را ما چند روز پیش در شبکه حکمت تیوی نیست این قصه را جای دادیم و تماشابینانی که این لحظه ها ما را تماشا میکنید، شما میتوانید در شبکه حکمت تیوی قصه بلال را تماشا کنید. در واقع مفصل و اون چیزهایی که نوکک برادر ما تاکید کردند مفصل گفته شده است. انشاءالله در واقع تاثیرناک است و وقتی که انسان اون قصه که نوکک شما نقل کردید اون را مفصل میشنود، تکان دهنده است، تاثیر بخش است. بی اشک در چشم حتی تماشا کردن مشکل است، چون یک سیاه پوست و وقتی که به خواب صحابه می آید از آن گفتن و صحابه آمده به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که من در خواب دیدم من همین حرفا رو، یعنی حرفای از آن را رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که تو پستی، تو خواب دیدی، تو میرم بالا برو از آن گو. نه، گفتن بلال رو فریاد کنید و بلال آمد و بالا برآمد و بالای کعبه برآمد و از آن گفت. و واقعا چون که شما گفتید قید کردید این یک قصه تاثیرناک است و انشاءالله ما حتما که باز برمیگردیم. الله جزای خیرتون دهد و پاداش نیک برای شما عطا کنه، چون وقتی خودتان را در این نیمه شبی دریغ نداشتید و توانستید که با ما صحبت داشته باشید و واقعا صحبتی پر محتوا بود و ما و شما انشاءالله که باز با این گونه صحبت ها برمیگردیم، البته روزهای نزدیک با نقشه های دیگر انشاءالله.
احمد سلامت باشید استاد. شما را خداوند نگهبان باشه. خب تشکر زیاد برای اشتراک هر یکی شما. الله پاداش نیکتون عطا کند. شما هم تشکر. شب خوش و قبول طاعت ها. امین. برای شما نیز. امین. تماشابینان عزیز، واقعا یک صحبت پرمحتوا، یک صحبتی که در اطراف قرآن، آیات های قرآن بود و در واقع من باری دیگر میخواستم که در نهایت برنامه تکرار کنم، چون هر یک آیت قرآن کریم دوست داشته است. هر یک آیت قرآن کریم، هرچند زبان اصلی قرآن عربی است و به زبان تاجیکی معنی اصلی قرآن را نمیدهد، اما هر انسانی که به چشم عقل، به چشم دیدش قبول میکند و میخواند و با کدام زبان نباشد معنایش را درک میکند، انسان چشمانش گشاده میشود، باز میشود. و واقعا در قدر و منزلت انسان نوکه گفته گذاشتیم، اما الله سبحانه و تعالی در سوره مجادله آیت 11 درباره قدر و منزلت عالمان، آن دانشورانی که نوکک در برنامه ما اشتراک کردند گفته گذاشته است. و از تفسیر سعدی و من همان آیت را کوتاه به شما خوانده میگذارم در نهایت برنامه، چون در واقع امروز بسیار نفران هستند که میبرایند و یک نفر را پند میدهند، نصیحت میکنند، اما خود عالمان، خود دانشوران اگر که مثل امروزه برنامه ها آماده کرده در آن توانند اشتراک کنند و روشن و واضح برای هر یکی ما و شما فهمانده توانند، باور کنید این خیلی و خیلی قبول کردنش برای ما آسان می شود، چون آنها هم با زبان عربیش میگویند و آن را تفسیر میکنند. و بیایید من در نهایت یک بار دیگر خوانده میگذارم عیناً آن چیزی که در سوره مجادله آیت 11 آمده است، چون بعد از شنیدن این آیت ما زیادتر به قدر عالمان، زیادتر به قدر دانشمندان رسیم، نه اینکه سنگ زنیم بر ضدشان، نه اینکه گوییم یک چیزی خطا گفت و از پشت یک چیز سنگ پوشیم زیدش، چون الله تعالی منزلت مقام آنها را بالا کرده است. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید، چون شما را گویند در مجلس ها جای وسیع کنید، پس جای وسیع کنید تا الله در دنیا و آخرت برای شما وسیع کند. و چون گویند که برخیزید، برخیزید، الله آنهایی را که ایمان آوردند و کسانی را که اهل علم باشند به درجه های بلند ثواب و مرتبه های رضوان بردارد و الله تعالی به کارهایی که میکنید آگاه است. او از او چیز مخفی نمیماند و موافق آن شما را جزا میدهد. و این از گفته های الله تعالی که ما باید به قدر اهل علم رسیم و انشاءالله که در روزهای نزدیک، در آینده نزدیک و این مانند برنامه ها و صحبت ها آماده میکنیم و انشاءالله باز نیت ها داریم که به بعض سوال های عادی و آسان فقهی نیست با استفاده دانشمندان و عالمان برایتان جواب خواهیم گفت. و باری دیگر تکرار میکنم، خود من و از خودم چیزی نگفتم و وظیفه من وظیفه یک ژورنالیستی است که تنها به سوال هایی که از جانب شما آمده میرسد و سوال هایی که در مردم عادی است به آن از استفاده دانشمندان و عالمان جواب بگیریم. الله هر یکی شما را حفظ کند و عبادات هر یکی شما را در ماه شریف رمضان قبول کند و بردباری های دیگر به اهل خانواده هر یکی شما آرزو میکنیم و دعا میکنیم که الله هر یکی ما و شما را موفق گرداند و هدایت نماید. تا آخری دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.